کتاب بهار الانوار هست در جلد 23 صفحه 89. در اینجا سوال میشه، کسی میاد از امام جعفر صادق سوال میکنه که ارائیت من جهد اماما منکم ما حاله؟ کسی بیاد یکی از همونطور که شما فرمودین درست یکی از این اماما رو انکار بکنه. قال، امام در اینجا چی میگه؟ من جهد اماما من الله، کسی که امامی که از طرف الله سبحانه و تعالی است این رو انکار بکنه، الله سبحانه و تعالی بری منه، از اون بری از و من دینه، هم از اون بری است و هم از دینش. اینجا دقت بکنید، فهو کافر مرتد عن الاسلام، این شخص کافر است و مرتد است از اسلام. لأن الامام من الله، به خاطری که امام کی است؟ از جانب الله سبحانه و تعالی است. و دینه دین الله، دین امام هم دین الله سبحانه و تعالی است. پس هر کسی که امامت رو انکار بکنه بیشتر کافره، کافر است. دقیقاً.